بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدا، با توکل بر او و با درود و سلام بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، پیروان صادقش و تمامی مؤمنان در طول تاریخ. آغاز میکنیم درس دیگه را با تفسیر سوره مبارکه البقره. این سوره مبارک رو امروز با یه مقدمه آغاز میکنیم و به حول قوه الهی تفصیلاتی را با اون محورهای چند آیه که به همدیگه مرتبط هستند پی میگیریم و به همین شکل به حول قوه الهی جلو میریم تا اینکه بتونیم این سوره بزرگ و مهم قرآنی را که در ابتدای کلام الله مجید قرار داده بعد از سوره فاتحه رو خوب بفهمیم. این سوره اونقدر مهمه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی میخواست امیری را واسه فرماندهی را انتخاب کنه یا امیری را واسه لشکری انتخاب کنه میپرسید کدومتون حافظ سوره بقره هستید؟ هر کدوم بود اون رو انتخاب میکرد. و صحابه بزرگوار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اینطور دیدگاهشون نسبت به سوره بقره بود که اگر کسی این سوره را حفظ کرده بود به معنای این که خوانده بود و حافظ بود و معانی اون را میدونست، اون دیگه شیخ بود و عالم و دانشمند و برای خودش ارزشی داشت در جامعه اسلامی و مردم روش حساب می‌بردند. و پیامبر صلی الله علیه و سلم بارها تاکید کرده بر قرائت سوره البقره. فرموده است که اگر در خانه‌ای در منزلی سوره بقره خونده بشه شیطان در اونجا جایی نداره، فرار میکنه از اونجا. و فرمود که روز قیامت قرآن میاد تا اینکه از همنشینانش و صاحبش دفاع بکنه و برای او شفاعت بکنه و این دو سوره در مقدمه قرآن هستند، سوره البقره و سوره آل عمران. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. ابتدا اگر اجازه بدید آیاتی چند از ابتدای این سوره مبارکه با تلاوت زیبا بشنویم، سپس بریم سر محورهای درس امروزمون. درس امروز ما به حول قوه الهی شامل بیان مشخصاتی است و ویژگی‌هایی است از این سوره مبارکه و بعد بیان اهمیت و جایگاه و فضیلت این سوره و دورنمایی از این سوره را ارائه خواهیم داد. این سوره شامل چه محتویاتی است، چه معناهایی، چه دلایلی و چه حرفهایی است برای مؤمنان و قارئانش. اولین مطالب سوره بقره هم با هم مختصرا مرور میکنیم و اگر رسیدیم به حول قوه الهی به ترجمه آیات 1 تا 5 و آرای مفسرین درباره آن اشاره خواهیم کرد و به ترجمه مفاهیم لغوی این آیات خواهیم پرداخت. سوره بقره اگه بخوایم یک بیوگرافی مختصری ازش ارائه بدیم، مشخصات مختصری ازش ارائه بدیم، میشه گفت که یکی از بلکه طولانی ترین سوره قرآن کریم هست که به نام سوره البقره نامگذاری شده که گرفته شده از قصه گوساله بنی اسرائیل هست که یکی از قصه های چندگانه قرآنی است که در این سوره هست و این قصه را در وقت خودش به حول قوه الهی میخونیم و تفسیر میکنیم و توضیح میدیم. این سوره یکی از سوره های 7 سوره طولانی قرآن به مشهور است به 7 طوال. 7 سوره ابتدای قرآن کریم طولانی ترین سوره های قرآن هستند که من جمله سوره بقره است و سپس آل عمران و بعد نساء و بعد مائده و انعام و اعراف تا آخرش 7 سوره. سوره مبارکه البقره سوره مدنی است، یعنی غالب آیات بلکه اکثر آیاتش در عهد مدنی نازل شده بعد از هجرت پیامبر صلی الله علیه و سلم از مکه به مدینه و به همین خاطر سوره است که در آن دستورات و تعالیم اسلامه. درباره نماز میخونیم، روزه میخوانیم، زکات میخوانیم، حج میخوانیم، جهاد میخونیم، طلاق و ازدواج میخونیم، میراث و ارث میخونیم، وصیت میخونیم، مسائل خیلی زیادی دارش هست. سوره مدنی است، پس بنابراین در مدینه یا بعد از هجرت نازل شده، حالا چه آیاتش در خود مدینه شهر مدینه باشه یا در خارج از مدینه. مهم است که بدانیم سوره مدنی یعنی سوره که بعد از هجرت پیامبر از مکه به مدینه نازل شده است، یعنی بعد از سال 13 تا 20 در 10 سال آخر نبوت نازل شده. عدد آیات اون 286 یا 287 است با یک رقم تفاوت. اونم به خاطر این میگم که علما اختلاف کردن آیا بسم الله الرحمن الرحیم علاوه بر این که آیه از سوره فاتحه هست، آیا و همچنین آیه از سوره نمل هم هست، انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم در سوره نمل میخونیم، آیا در بقیه سوره ها که در صدرش اومده در ابتدای اون سوره اومده آیه از اون سوره معرفی میشه، یا اینکه برای فاصله و مشخص کردن و بیان ابتدای سوره است. اگر به رأی علمای بگیریم که یکی از آیات اون سوره است، پس سوره بقره 287 آیه داره و بنابراین میشه گفت در اجمال آیات قرآنی در کل 6666 آیه است. و اگر که در ابتدای سوره ها بسم الله الرحمن الرحیم را
به عنوان فاصله بگیریم و به عنوان آیه است که مشخص میکنه سوره از سوره دیگر رو، پس بنابراین 112 یا 112 آیه را باید کم کرد. میگم 112 تا به خاطر که سوره البراءت یا سوره توبه بسم الله نداره به اتفاق در ابتدایش، و سوره فاتحه هم جزء یکی از آیات اون هست. پس میمونه 112 سوره قرآن کریم، چون قرآن کریم 114 سوره است. یکی از اونها که سوره فاتحه بود، بسم الله الرحمن الرحیم، یکی از آیات اونه، و سوره بقره، سوره براءت هم بسم الله الرحمن الرحیم نداره. پس 112 آیه میتونه متفاوت باشه در عدد آیاتش در جمله. به هر حال سوره بقره سوره طولانی ترین سوره قرآن کریم هست. 2 از 7 طوال از 7 سوره طولانی قرآن هست که بعضی از اصحاب قرآن رو به 7 حزب کرده بودن، یعنی 7 قسمت مساوی در یک هفته کل قرآن رو میخوندن و این 7 سوره 7 طوال می اومدن چیکار میکردن؟ در یک روز میخوندن. اسم این سوره گفتیم از قصه گوساله بنی اسرائیل که همون البقره نام داره گرفته شده، در این سوره است و همچنین سوره مدنی است و عدد آیات اون هم 287 است. کتاب الله کتاب الله. فضائل این سوره همانند سوره های دیگه یه امتیازهایی نسبت به بقیه سوره ها داره. کل قرآن کریم ما فضائلش رو بیان کردیم، همش خیر و برکت و هدایت و روشنی است و نوره، ولی بعضی از این سوره ها یه سری امتیازهایی نسبت به سوره های دیگه داره که در خلال روایت ها ما اونها رو میخونیم. در سوره بقره، درباره سوره بقره خداوند در روایت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمده است که پیامبر فرمودند خانه‌ای که در آن سوره بقره تلاوت میشه، شیطان از اون چیکار میکنه؟ فرار میکنه، یعنی اونجا گیر نداره، نمیتونه تحمل شنیدن سوره بقره رو داشته باشه. همچنین پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود سوره بقره را بخوانید چون خواندن سوره برکت هست و ترک این سوره حسرت و ندامت و جادوگران و ساحران تحمل شنیدن این سوره را ندارن، بلکه چون سحرشون را باطل میکنه و جادوشون را برملا میکنه. به این دو روایت من اکتفا میکنم، هرچند که روایت دیگری هم هست. همطور که عرض کردم در ابتدای مقدمه این بحث، اینکه سوره بقره یکی از مهمترین اجزای قرآنی است که روز قیامت میاد از کسی که حافظ آن و قارئ آن بوده در روز قیامت چیکار میکنه؟ حمایت میکنه و برای شفاعت میکنه. این سوره چی میخواد بگه و چه در بر داره؟ چرا اهمیت داره؟ اهمیت و منزلت این سوره به اندازه است که هر کس در میان صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم اون را حفظ میکرد به عنوان عالم به دین و شریعت معرفی میشد و پیامبر صلی الله علیه و سلم این گونه افراد را انتخاب میکرد واسه تبلیغ دین و برای قضاوت بین مردم یا برای امارت یک جیش و فرماندهی یک لشکر. خیلی مهم بود. به تمامی مسائل عمده دین دنیا پرداخته. در این سوره به خاطر طولانی بودنش و مدنی بودنش ما مسائل بسیار زیادی را در اون میبینیم و میخوانیم. این سوره مسائل عقیدتی را خیلی واضح و آشکار مطرح و بررسی کرده. مؤمنان واقعی را با اون صفاتشون و اوصافشون در دنیا و پاداش آخرتشون مطرح میکنه، بیان میکنه. منافقان را نیز بیان کرده و اوصافشون رو به بیان اوصافشون میپردازه. اهل کتاب رو معرفی میکنه و دلیل تحریف کتابشون که برش نازل شده بود و چرا مورد سرزنش قرار گرفتن و مورد نیکوش قرار گرفتن رو بیان میکنه و بسیاری از داستانهای واقعی تاریخ انبیا میپردازد و اونها را طرح و بررسی میکنه. بسیاری از احکام دین، از احکام وضو، نماز، روزه، زکات، حج، جهاد، ازدواج، طلاق، صلح، جنگ، میراث، ارث و بسیاری از این وصیت و امثال اون اشاره داره. در مورد مسائل عقیدتی، ارکان دین
ایمان به خدا، فرشتگان، پیامبران، کتاب‌های آسمانی، قضا و قدر و همه اینها بحث و بررسی میکنه. اهمیت جهاد را بیان میکنه. بسیار از منکرات مفاسد اجتماعی را مطرح میکنه و اون را باطل اعلام میکنه، مثل رباخواری و زناکاری و قمار و میسر و خمر و امثال اونها. پس بنابراین سوره مفاهیم بسیار زیادی از مسائل دینی در بر میگیره که انشاءالله به وقت خودش به تک تک این آیات میرسیم و به شرح و توضیح اون به حول قوه الهی میپردازیم. کتاب الله کتاب الله کتاب الله. اولین مطالب سوره بقره بیان عظمت و جایگاه و اهمیت قرآنه، چون در ابتدای قرآن هست، قرآن را مطرح میکنه و سپس انسانهایی که در مقابل دعوت قرآن قرار میگیرن را به 3 دسته تقسیم میکنه. یا انسانهایی هستند که ایمان میارن، مؤمنند و اوصاف اونها را مختصرا بیان میکنه، چه مشخصاتی دارن. یا اینکه کافر و منکرند، اینها چه صفاتی دارن. و یا اینکه منافقند، دروغ بازی میکنند و اونها چه صفاتی داره. و به همین خاطر تقسیم مردم به 3 گروه، مؤمنان و کافران و منافقین، در ابتدای این سوره میخونیم. همچنین برخی از مهمترین صفات این گروه هم بیان شده در بدایت و شروع این سوره مبارکه. بریم سر توضیح اولین آیه این سوره. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله را در سوره آیه بسم الله الرحمن الرحیم یا آیه بسم الله را در بدایه، در تفسیر و توضیح به اصطلاح سوره الفاتحه ما روش بحث کردیم. معنای مختصر اون گفتیم که با توکل و با برکت و میمنت به نامه‌های الله الرحمن الرحیم، اللهی که بسیار رحمتش بیکران هست و این رحمت و لطفش را به همه بندگانش میرسونه، کارم را آغاز میکنم. و گفتیم که تلاوت کننده قرآن یا قاری قرآن وقتی میگه بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی تلاوت قرآن را با نام میمون خداوند، مبارک خداوند، و با توکل و استعانت از او و یاری از او آغاز میکنم، با نام او که الله است و صاحب رحمت بیکران و این رحمت را به تمامی بندگانش میرسونه. آیه دوم سوره بقره الف لام میم که با مد خونده میشه، به خاطر اینکه علم نوشته میشه ولی هر کدوم از اینها به صورت حرفی خونده میشه و بهش میگفته میشه حروف مقطعه قرآن. حروف عربی کلن الف ادبیات عرب از 28 حرف تشکیل میشه. 14 تای اونها در حروف مقطعه وجود داره که از مشهورترین این حروف ها الف و لام هستند. و اونطور که زمخشری رحمت الله علیه میگه، مفسرین مشهور در کشاف میگه رمز شاید حکمتش هم در این باشه که بیشترین حرف هایی که عرب ها در صحبتاشون، در کلماتی که کار میبرن استفاده میکنن، الف و لام هست. و حکمت این رو درک میکنیم که وقتی حالا الف لام این چی میخواد بگه میرسیم بهش. آرای مفسرین میخوام اینو بگم که اولا در تلاوتش این علم خونده نمیشه بلکه خونده میشه الف لام میم و دلیل اون هم قرائت های متواتری است که ما از پیامبر صلی الله علیه و سلم داریم. یک روایت بسیار مشهور و معروف از صحابی جلیل القدر یار پیامبر صلی الله علیه و سلم به نام عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه که از پیامبر شنیدند که ایشون میفرمود که من قرأ حرف من کتاب الله فله بها حسنه لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف و لام حرف و میم حرف. هر کی قرآن بخونه، معنای این ترجمه این روایت اینه که هر کس قرآن بخونه به اندازه هر حرفی که میخونه 10 پاداش داره. سپس توضیح میدن، میگن حتی درباره الف لام میم، من
من نمیگم که الف لام میم یک حرفه، بلکه الف یک حرف و لام یک حرف دیگر و میم حرف دیگری است. پس بنابراین با الف لام میم انسان 30 اجر و ثواب میگیره. پس بنابراین خونده میشه الف لام میم، با مد خونده میشه. كتاب الله كتاب الله كتاب الله. آرای مفسرین در مورد الف لام میم. الف لام میم چی میخواد بگه و چیست؟ رمز قرآنه، معنا و مفهوم داره، دلالت خاصی داره. اختلاف زیاد شده، مفسرین هم خیلی حرفای طولانی دارن، ما بستش نمیدیم، گسترش نمیدیم، چون غالب این حرفا به درد ماها نمیخوره و فایده هم از ماورای اون نیست. آنچه که مشهوره 3 رأی نزدیک به هم و متکامل به هم هستن که من واسه انتخاب کردم. بسیاری از صحابه و خصوص خلفای راشدین رضی الله تعالی عنهم اجمعین میفرمایند که الف لام میم سری است که خداوند در قرآن قرار داده، پس رمز قرآن هست و کسی از اون هیچ اطلاعی نمیتونه داشته باشه. هرچی گفته از عقل و بینش خودش گفته و احتمال خطاش زیاده. پس بنابراین الف لام میم و همچنین الف لام میم صاد و الف لام را و امثال اونها که در قرآن تکرار میشه و گفته میشه که اینها حروف مقطعه هستند، یعنی به صورت حرفی خونده میشن نه به صورت کلمه واحد. پس بنابراین اونها سر خداوند در این کتابشه. این یک. و حضرت عبدالله بن عباس ازش صحابی جلیل القدر پیامبر صلی الله علیه و سلم ازش نقل شده که ایشون فرمود از نامهای الله است، ولی این معنا بعیده و این تفسیر از ایشون شاید ضعیف باشه. بسیاری از علمای تفسیر هم بر این رأی هستند که حکمت آن در اینه که چرا الف لام میم یا امثال آن در قرآن در ابتدای سوره ها بسیاری از سوره ها آمده. گفتن به خاطر این که در زمان نزول قرآن عرب ها در اوج فصاحت و بلاغت زمان زندگی میکردن، به اون حدی که همدیگه را به مبارزه علنی دعوت میکردن برای پاسخگویی به ادبیات و بلاغت و فصاحت همدیگه. در جنگ ها از شعر استفاده میکردن، در بازارها از شعر استفاده میکردن و خیلی از امور زندگیشون عقل و حافظشون اونقدر قوی بود که کمتر متوسل به نگارش و تدوین و یادداشت و تألیف میشدن، بلکه غالب وقتشون حافظه خوبی داشتن و از حافظهشون اون کلمات زیبا با اون فصاحت و بلاغت ردیف میکردن که مشهور است. امروز دواوین شعر عربی، دیوانهای قدیم شعر جاهلیت یکی از مصادر لغت عربی است. یعنی چی؟ یعنی کسانی که میخوان معنای دقیق یک کلمه را بفهمن برمیگردن به شعرهای عهد جاهلیت، عهد جاهلی، شعرایی که حتی مسلمان نبودن، در عهد جاهلیت زندگی میکردن ولی زبانشون حجت برای فهم معانی اون کلمه. زبانشون حجت و دلیل است برای فهم معانی اون کلمه. پس بنابراین علمای تفسیر که روشی برای یکی از روش هاشون برای تفسیر قرآن استفاده از لغت و اصل و اساس ریشه کلمه بوده، میگفتند که چون قرآن در زمانی نازل شد که عربها در اوج حافظه و قدرت بلاغی و فصاحت زندگی میکردن، با این حروف خیلی ساده‌ای که بارها اونها در شعر و ادبیاتشون به کار برده بودن، اونها رو به تعدی و مبارزه میطلبید. مثل که از اونها میخواست بیایید اگر راست میگویید و این کلام خدا نیست که اینطور نیست، پس یک آیه، یک سوره و امثال این قرآن را بیارید. چند آیه در قرآن کریم داریم که خداوند عزوجل اونها را به مبارزه میطلبه. چند آیه در قرآن کریم داریم، جای قرآن چند بار خداوند عزوجل از اونها خواسته، گفته اگر راست میگید یه قرآنی مثل این قرآن درست کنید بیارید، شما که این همه فصیح و بلیغ هستید. اگر این ساخته و پرداخته دست انسان و بشره. در آیه دیگه میفرماید اگر راست میگویید 10 سوره را مثل این ردیف کنید بیارید.
باز هم تنزل میده از باب تنزل و کوتاه آمدن با خصم و دشمن. بهشون میگه خب اگر امکان داره یه سوره مثل این بیارید، و باز هم تنزل میکنه از در کوتاه آمدن با خصم. میگه اگر راست بگید یک آیه مثل این آیات قرآن کریم بیارید. نمیتونن و امکان نداره، چون کلام بشر نیست، کلام الله است. پس بنابراین حکمت این حروف مقطعه اجمالاً و مختصراً میگیم که حکمتش در اینه که خداوند میخواد بگه این از جنس کلام خودتون هست که باش صحبت میکنید، اما روح و معنویت این کلام کجاست؟ از خداست و برکت و خیر اون از خداونده. كتاب الله كتاب الله كتاب الله. مطالب و موضوعات آیه دوم تا پنجم. در آیه دوم، سوم، چهارم و پنجم، 4 آیه باقی مانده در اولین فقرات یا اولین پاراگراف این سوره مبارکه 3 مطلب خیلی حساس و راحت به چشم میخوره. یکی این که قرآن کریم مطرح میشه به عنوان هدایتگر و روشنی بخش و سعادتمندی و راه سعادت برای بشریت، و مهمترین صفت قرآن همون روشنگریشه. و ثانیاً کسانی که از این روشنگری قرآن خوب استفاده میکنن مطرح میشه به اونها مؤمنان و متقین هستن، و صفات این متقین هم در آیات دوم، سوم، چهارم و پنجم مطرح میشه. پس بنابراین بریم سر موضوعات این مطلب. آیه دوم رو شروع میکنیم به حول قوه الهی. در این آیه میخوانیم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. پس ما در اینجا 6 کلمه داریم در یک آیه، غیر از الف لام میم که دربارش صحبت کردیم. ذلک ضمیر هست برای اشاره، ولی اشاره به دور نه به نزدیک، چون هذا برای نزدیکه ولی ذلک برای چیه؟ برای دوره. قرآن نزدیکه و قرآن داره خطاب شروع میشه و ما داریم میخونیمش، باید گفته بشه هذا الکتاب. بله بارها گفته شده هذا الکتاب، در قرآن هم اومده، ولی اینجا چرا در بدایه و ابتدا و شروع قرآن ذالک اومده؟ حکمت داره. گفته شده که در معانی قرآن کریم علما اینطور برداشت کردن وقتی به یک چیز نزدیک اشاره دور بکنید بیان عظمتش رو میرسونه، بیان عظمت اون چیز رو میرسونه ولی اون که نزدیک باشه. و این همینطوره. قرآن کریم بسیار با عظمته، بسیار با ارزشه، بسیار با معناست، چون راه سعادت بشریته، اونم که خداوند تعیین کرده و خداوند فرمایش خداوند و دستورات خداوند و سعادتمندی بشریت. و ذالک ضمیر اشاره است به معنای آن یا به معنای در اینجا به معنای این بکار برده شه. مفسرین گفتن معنای تحت لفظیش برای ترجمه آیه میتونیم به جای آن بگیم این کتاب. این کتاب، بله. الکتاب با الف لام برای تعریف، برای شناساندن، برای اینکه در عهد و ذاکره ما واضح و مشخصه. هر کتاب مراد نیست، بلکه الکتاب همون قرآن هست. ذالک الکتاب یعنی این کتابی که الان در دست شماست، این کتابی که دارید شروع میکنید به خوندنش، این کتابی که مکتوب هست، چون کتاب از کتابت گرفته شده به معنای چیزی که نوشته شده است. به همین خاطر به هر نوشته‌ای میگن کتاب، به هر نامه‌ای، به هر رساله‌ای میگن کتاب. چرا؟ چون نوشته شده، مدون شده. پس قرآن اسمش کتاب هست، الکتاب، همونطور که قبلا در نام‌های مبارک قرآن کریم بحث کردیم. چرا؟ چون قرآن مکتوب هست، محفوظه. ذالک الکتاب، این کتاب، لا ریب فیه، نیست هیچ شک و تردیدی در آن. ریب یعنی شک و تردید، و همچنین به معنای هیچ بدیلی، هیچ جایگزینی برای آن. این قرآن عظیمی است که هیچ جایگزینی برای اون وجود نداره، همچنان که لا ریب فیه، هیچ شک و تردیدی در محتوای اون که از جانب خداست و حق و حقیقت است وجود نداره. پس شک نکنید، این قرآن یک حقیقت واضح است که جاویدانه و باید باقی بمونه و باید مردم
از استفاده کن. روشنگری میده، نور هست، هدایت هست. هدن للمتقین. هدا در اینجا یا هدن چیه؟ صفته، وصف است، حالیه است برای به معنای هدایت گری و روشنگری و هدایت کننده. وصف قرآنه، ولی وصف قرآن به هدایتش برای کی؟ برای همگان؟ همه مردم که از هدایت قرآن استفاده نمی کنند. به همین خاطر خاصش کرد به گروهی که از اون استفاده می کنند. للمتقین، روشنگر است، هدایتگر است برای متقین. حالا متقین گفتن پارسایان، زاهدان، با تقواها، هر چی میخواید معنا کنید، ولی معنای دقیق متقین اون اوصافی است که ما بعد میخونیم. متقین خداپرستان هستند، اونهایی که الله واحد را عبادت میکنند و بر حسب رضای خدا حرکت میکنند. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. آنچه که باید خلاصه و چکیده و نکات آموزنده این درس بدونیم اینی که سوره بقره یکی از مهمترین سوره های قرآن کریم هست، یکی از طولانی ترین سوره های قرآن کریم هست، یکی از مهمترین و با عظمت ترین و با برکت ترین سوره های قرآن کریم هست و این سوره محتویات زیادی داره، معانی و مفاهیم زیادی رو در خودش برمیده و بنابراین باید انسان مؤمن و مسلمان با دقت این سوره رو بخونه و سعی کنه به معانی و مفاهیمی که در اون نهفته است آشنا بشه تا اینکه دین حق را خوب بدونه و راه دین داری را یاد بگیره و آنطور که خداوند در این کتاب خواسته خدای را عبادت بکنه. این کتاب با عظمت است و به همین خاطر ذالک الکتاب خوندیم. شک و تردیدی در محتویاتش نیست. آنچه گفته شده منزل از جانب خداوند نازل شده، پس باید پذیرفت و یقین کرد و باور کرد که آنچه گفته شده برای سعادتمندی ما انسان هاست و همچنین هدایتگر است برای متقین. بیایید اوصاف متقین را بشناسیم و خودمون را از این گروه قرار بدیم تا اینکه از قرآن، از نورش، از هدایتش، از معرفتش استفاده بکنیم. امیدواریم که تا درسی دیگر سالم و تندرست باشید تا اوصاف این گروه خداپرست مؤمن بر حق را با هم دیگه بخونیم و درباره اون با هم دیگه بحث کنیم. صلی الله تعالی و سلم علی نبینا محمد و آله و صحبه اجمعین والحمد لله رب العالمین والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته. كتاب الله